چیزی که آرزو میکنی داشته باشی چیه؟ که کنکور قبول شم، یعنی کنکور وسیله واسه آرزوی بعدی. حالا خنده‌دار نباشه ولی خارج دوست دارم. یعنی دوست داشتم تو سیاست باشم. اینکه همه از دستم راضی باشن، همه دوستم داشته باشن. مدرک. اونا فقط به خاطر آینده‌ام مثلا. این یه دفعه اونو حذف می‌کنن، این دفعه اینو اضافه می‌کنن. بگیم بس دیگه. محدود فشرده کردن جاور رو که آدم اصلا توشو داره خفه میشه. هم دلمون میخواد داشته باشیم. مگه ما چیمون از اون کمتره؟ مثلا هر روز که نباید درس بخونیم، خب شیطونی هم هست. اگه ایران وارد جنگ‌های جهانی بشیم، اگه جنگ جهانی سوم بشه، یعنی من چیکار کنم؟ من دانشگاه میتونم برم، من میتونم کنکور قبول شم. همه به پولت ارزش میدن، نه به خودت. یه زندگی آزادی میخواد و خیلی از مسائل در کنار آزادی میمونه. نه من دارم، نه دوستان دارن. چون من واسه خودم آرزوهایی دارم.